امروز توی این ویدیو میخوام درباره چند تا از پروژه های خیلی بزرگ و گرون قیمت حرف بزنم که دیگه عملاً هیچ استفاده ای ازشون نمیشه و میشه گفت کلاً رها شدن. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باش. فکرشو بکن فرودگاه میرابل تو مونترال کانادا ساخته شده بود که بتونه سالی 50 میلیون مسافر رو جابجا کنه. یعنی کل جمعیت کانادا میتونستن تو یه سال از اینجا پرواز کنن. ولی با این همه امکانات از سال 2004 به بعد حتی یه مسافر هم از این فرودگاه پرواز نکرده. برای اینکه بفهمیم چرا این پروژه به این روز افتاد باید بریم سراغ دهه 1970 وقتی که مونترال دروازه ورود به کانادا بود. هر کسی که میخواست به کانادا بیاد تو فرودگاه دوروال فرود میومد. با زیاد شدن مسافرات دولت کانادا نگرانی پیدا کرد که این فرودگاه نتونه جوابگو باشه. پس تصمیم گرفتن فرودگاه جدیدی بسازن، اونم خیلی بزرگتر. نتیجه شد فرودگاه میرابل. این پروژه 5 سال طول کشید و کلی هزینه برد. وقتی توی 1975 افتتاح شد بزرگترین فرودگاه دنیا بود. اما یه مشکل بزرگ داشت. دسترسیش خیلی بد بود. قرار بود قطار سری السیر بین میرابل و مونترال راه بندازن ولی به دلیل کمبود بودجه کلاً لغو شد. آخرش تنها راه رسیدن به فرودگاه اتوبوس‌های شاتل بودن که خیلی کند و نامطمئن بودن. مسافرها سریع فهمیدن که باید برن تورنتو که دسترسی بهتری داشت. کم کم همه پروازها رو به اونجا منتقل کردن و میرابل دیگه فراموش شد. الانم فرودگاه برای پروازهای باری و بعضی فعالیت‌های تفریحی استفاده میشه. البته از هیچی بهتره، حتی اگه کاملا بیفایده باشه باز هم بهتر از چیزیه که میخوام در مورد بعدی برات بگم. این پروژه اسمش واندرلند اورژیاست. توی سال 2019 یه شهربازی درهای خودش رو به روی بازدید کننده ها باز کرد. این پروژه ترکیه‌ای بزرگترین شهربازی اروپا بود و با 800 میلیون دلار وسایل بازی، رستوران‌ها و حتی دایناسورهای غول‌پیکر فایبرگلاسی داشت که واقعاً بی‌نظیر بود. آره درست شنیدی، دایناسورها. واندرلند اورژیا 17 ترن هوایی داشت که فقط 2 تا شهربازی و پارک توی کل دنیا بیشتر از این تعداد داشتن. تازه دومین آبنمای بزرگ دنیا هم توی این پارک بود که میتونست آب رو تا بیش از 100 متر به هوا پرتاب کنه. واندرلند اورژیا به نظر میومد یه پروژه واقعا هیجان انگیز باشه. حداقل این چیزی بود که سازنده‌اش فکر می‌کردن. مقامات ترکیه انتظار داشتن این پارک حدود 5 میلیون بازدید کننده در سال جذب کنه. ولی خب پارک اصلا به اون محبوبیتی که فکر میکردن نرسید. کیفیت وسایل بازی هم خیلی خوب نبود و بعضیاشون حتی مجبور شدن تعطیل بشن. بازدید کننده ها شروع کردن به دادن نظرات منفی و دیگه اصلا علاقه نداشتن که دوباره به پارک برگردن. درآمد پارک هم به خاطر هزینه‌های سنگین نگهداری این پروژه بزرگ خیلی کمتر از چیزی که باید میشد و کم کم شروع کرد به ضرر دادن. در نهایت کمتر از 1 سال بعد از افتتاح کل مجموعه متروکه شد. وسایل بازی خراب و فرسوده شدن و حتی بعضی از وسایل توسط خرابکارا تخریب شدن. توی سال 2022 مردم محلی رأی دادن که واندرلند اورژیا تبدیل به یه فضای سبز مثل پارک یا پارک جنگلی بشه. پروژه اکواتلانتیک در نیجریه شهر مصنوعیه که روی شبه جزیره‌ای ساخته شده. سال 2003 دولت نیجریه تصمیم گرفت برای مقابله با پیشروی اقیانوس قسمتی از ساحل رو از اقیانوس پس بگیره و شهری لوکس با آسمان خراشای بلند بسازه. این پروژه قرار بود شبیه آتلانتیس باشه. شهرهای اطراف نیجریه در حال غرق شدن در اثر امواج اقیانوس هستند. اما این شهر از دل امواج بیرون اومده. برای محافظت از اون یه دیوار دریایی عظیم به نام دیوار بزرگ لاگوس ساخته شده که قراره حتی طوفان‌های 100 سال آینده رو تحمل کنه. اما ساخت جزیره مصنوعی هزینه بر و زمان بر بوده و تاثیرات منفی بر محیط زیست گذاشته. به علاوه پروژه طبق برنامه پیش نرفته و هنوز بیشتر جزیره خالی از سکن است. بستن جریان طبیعی اقیانوس باعث آسیب به منابع محلی و حتی مشکلاتی برای مردم شد. در سال 2012 اقیانوس اطلس یک جزیره نزدیک رو غرق کرد و تعدادی جونشون رو از دست دادن. کارشناسان اینو به اختلالات جریان‌های محلی ناشی از پروژه اکواتلانتیک ربط دادن. ساخت شهر روی این شبه جزیره طبق برنامه پیش نرفته و بیشتر اون خالی از سکن است. جز چند برج مسکونی که در 2026 تکمیل شدن. بعضیا به اونجا نقل مکان کردن ولی شرایط زندگی خیلی سخته. دولت نیجریه هنوز امیدواره که پروژه تکمیل بشه اما اکواتلانتیک تا امروز تبدیل به توده شنی بی استفاده شده. نظر تو در مورد این پروژه ها چیه؟ اگه جای سازنده ها بودی چطوری از شکست این پروژه ها جلوگیری میکردی؟ اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن، نظرتو توی کامنت ها برام بنویس.